سلام رفقا، خسته نباشید. خوش اومدید به چنل زیستاموز. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه بچه. توی این کلیپ میخوایم باگ های علمی و مشکلات علمی کتاب زیست دهم رو چک کنیم و به نظرم که مطلب خیلی جذابی به نظر میاد. باگ های علمی، مشکلات کتاب رو بریم در بیاریم. ولی همین اولش من یه چیزی بهتون بگم. بچه ها، خواهش میکنم ازتون دنبال حاشیه نباشید. آقا مخصوصا تو سال کنکورت چرا دنبال حاشیه‌ای؟ بشین یه گوشه درستو بخون. چی کار داری حالا باگای علمی کتاب چیه؟ ول کن بابا، حوصله داری این چیزا رو داری چک میکنی، دنبال میکنی این چیزا رو. ببین این چیزی که دارم بهت میگم ممکنه که ویو منو بیاره پایین، ولی خب اشکال نداره. ببین اون چیزی که مهمه برای من بیشتر اینی که شما پیشرفت کنید حقیقتا. ببینید همین اول کار بهتون بگم درباره پروانه مونارک. خب درباره پروانه مونارک کتاب اولا اومده خیلی ساده سازی کرده، همه مباحث رو کتاب کاملا ساده سازی کرده. اصلا بیای رو رفرنس و رو منابع علمی اینا رو چک کنی، هر کدومش همین پروانه مونارک کتاب ها ازش نوشته شد. ببین داره میگه که این معما حل شده و این پروانه میتونه با سلولای عصبی جایگاه خورشید توی آسمان رو تشخیص بده. در صورتی که توی رفرنس های علمی گفته شده که این پروانه میاد جهت باد رو تشخیص میده، قطبای مغناطیسی زمین رو میاد تشخیص میده، همه اینا رو کنار همدیگه میذاره و خیلی چیزای دیگه. هنوز خیلی براشون سوال دانشمندا، یعنی اصلا براشون چیز حل شده ای نیستش و همین پروانه مونارک یه سری مشکلات داره. ولی خب کتاب به خاطر ساده سازی اینا رو میگه، لازم نیست که بیاد همه رو بهتون بگه. از همینو الان بخواد کتاب بهتون یه سری نکات اضافه تر بگه، طراح کنکور واقعا میتونه اذیتتون کنه بچه. ببینید فصل یک به صورت کلی چیز خاصی نداره، خیلی مشکل خاصی نداره و همینطور فصلهای دیگه هم اگر دقت کنید بچه ها خیلی نکات خاصی داخلشون نیست. ببینید تعریف حیات خیلی تعریف دشواریه، خود کتابم میگه، برای همین خیلی نمیپیچوندتون. ولی داخل تعریف های علمی اینجوری نیست، به این سادگی نیست. خب یه ذره بیشتر اذیتتون میکنن نسبت به کتاب و خب کتاب اینجوری داره القا میکنه به ما که همه جانوران این 7 ویژگی رو با هم دیگه دارن. درسته؟ میگه که آقا همشون با هم دیگه این 7 ویژگی رو دارن، ولی میبینید بعضیا یه سری ویژگی ها رو ندارن، مثل تولید مثل که مثلا توی زنبور نر کارگر زنبور نر دیده نمیشه، یا مثلا پسر خاله من که عقیمه تولید مثل نداره ولی زنده است بنده خدا. خب حالا پسر خاله من واقعا اینطوری نیست. حالا یه سری از ویژگی ها هستن که داخل همه نیست دیگه. سر همین شکل کلی داستان هستش. بعضیا میان ماکرومولکول ها، یعنی پروتئین و کربوهیدرات، اینا رو میان توی یه سطح پایینتر میگن اینا هم موجود زنده میشه بهشون گفت. خب ولی به نظرم این مشکل علمی نیست، این چیزیه که سرش علما با هم دیگه اختلاف دارن. ولی خب کتاب که نباید خودش رو درگیر اختلاف علما بکنه که. سر این مسائل خیلی مشکل خاصی نیست، یعنی من باش بر نخوردم توی این سالهایی که با زیست در ارتباطم، من با این مشکلی بر نخوردم تا اینجا. ببینید میاد اینجا و برای شما رناتن رو یا ریبوزوم رو جز چیزا استفاده میکنه، جز اندامک ها طبقه بندی میکنه. ببینید رناتن رو میاد اولین اندامک به شما معرفی میکنه. قدیم که ما کنکور میدادیم همه استادا میگفتن خاک تو سر کتاب چرا اومده رناتن رو جزء اندامک های سلول در نظر گرفته. وای 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 اسلاما، وای اسفا، چه مصیبتی، چه بلایی به سرمون اومد. ریبوزوم اومده اندامک شده، ریبوزوم اکیتون. ولی اینطوری نیستش بچه. داخل رفرنس های علمی واقعا سر اینکه ریبوزوم یا اندامک هست یا اندامک نیست مشکله. و خب به نظرم کتاب کار خوبی کرده، اومده کارتون رو ساده کرده و گفته این اندامکه، مثل بقیه هر چیزی داخل سلول دیگه اندامک. هسترم اومده، ببخشید دور هستک خط کشیدم، هسترم اومده اندامک در نظر گرفته. اینم توی رفرنس های علمی یه سری جاها هسته رو اندامک در نظر نمیگیرن. ولی خب ببینید کتاب داره ساده سازی میکنه. شما الان برید علوم کلاس یکم رو نگاه کنید، واقعا خندتون میگیره. یه سری مسائل هستش داخل علوم کلاس اول که خب اون مسائل
بامزه به نظر میان، یعنی اشتباهن، حتی از نظر علمی اشتباه، ولی خب ساده سازی شدن و شما اینو میفهمید. خب ببینید کتاب به صورت واضح هم هسته رو اندامک در نظر نگرفته ها، یعنی یکی از بخش‌های اصلی سلول در نظر گرفته، ولی خب توی چاپ‌های قدیمی تر هسته جزو اندامک ها نوشته میشد، اینجا حالا هست شده، یعنی تو کتاب امسال هست شده. ولی خب شما داشته باشید دیگه این مسائل. موضوع اینجا هم که خیلی چیز خاصی نیست. روی اسموس کتاب خیلی چیز میده، خیلی مانور میده، حالا به نظرم یه مانور بیش از حدیه. این تعریف بافتات، تعریف این چیزا واقعا خیلی ساده سازی شده نسبت به رفرنس های علمی دارم میگم. گوارش و جذب موادی که فصل خیلی جنجالیه، ولی رفرنس اگر بخوای با منابع علمی چک کنی، خب بخوای با منابع علمی چک کنی بچه‌ها، به صورت کلی فصل گوارش فصل اوکیه. یعنی تنها مشکلش اینه که خیلی ساده سازی شده، خیلی ساده سازی شده. یعنی شما بیاید این مباحث مربوط به جذب غذا رو، مربوط به گوارش غذاها رو بیاید بررسی کنید، واقعا باید کتاب ها بخونید ازش. ولی کتاب واقعا اومده کل مباحث رو برای شما ساده کرده و شما تقریبا هیچی نمیخونید. یعنی کل گوارش اومده 20 صفحه کرده براتون، خیلی باحال شده برای شما. کلا کار جذب رو برای شما واقعا هیچی از جذب نگفته. پروسه جذب خیلی پروسه پیچیده‌ایه، پروسه جذب ویتامین ها خیلی پروسه پیچیده‌ایه و خب کتاب ساده سازی کرده دیگه. همونطور که بهتون گفتم، چرا تو علوم کلاس اول ساده سازی میکنن؟ به همون دلیل تو زیست کلاس دهم هم ساده سازی میکنن دیگه. خیلی هم منطقیه به نظر من. ببینید فرآیند جذب یعنی این گفتار، خود همین گفتار میتونست 2 کتاب باشه. ولی خب ببین شما باید از دید مؤلف کتابا نگاه کنید دیگه. مؤلف کتاب، یکی از مؤلفای کتاب استاد ما بود بنده خدا، میگفت آقا مثلا یه جلسه گذاشته شد، اولا همه استادای زیست مثلا شاکی بودن، گفت این چه کتابی درست کردید فلانه، خاک تو سرتون با این کتابی که درست کردید. بعد گفتش که اون استاد مؤلف، سردسته مؤلفا دیگه، سرگروه مؤلفا، اومد یه دونه جلسه گذاشت، دونه دونه هر کسی هر مشکلی به کتاب گرفت با دلیل و مدرک بهش اثبات کرد که داره اشتباه میکنه. یعنی دهن همه کسایی که در واقع دستی براتش دارن و توی اون جلسه بسته بود اون بنده خدا که مثلا مؤلف کتاب بود خودش. خب حالا همه اینا با همه این داستانایی که کتاب داره الان طراحی میکنیم همه جاش اوکیه واقعا از نظر علمی. ببینید شما یه وقت هست میگید این کتاب ساده سازی شده، خب که خب چیز اوکیه. یه وقت هست میگید کاملا قطعی مشکل داره با علم، یعنی قطعی مخالف علمه. که ما همچین چیزی و حقیقتا بچه من خیلی نشنیدم توی این سالهایی که حالا من در ارتباط بودم. اگه شما موردی میدونید، اگه شما موردی تو ذهنتون هست، خب بیاید بگید داخل کامنت ها، به من بگید، من میرم چک میکنم ببینم حق با شماست یا نه. ببین داخل این بحث داخل بحث تبادل اکسیژن و اینا، باز اینجا خیلی مباحث ساده سازی شده. این بخش حمل گازها به این سادگی نیستش که اینجا گفته شده و خب همه چی میندازه گردن اختلاف فشار رو، میگه که آقا همه چی با انتشار جابجا میشه و همه چی اوکیه. ولی خب اینطوری نیست. داخل رفرنس های علمی چک کنی 1000 تا داستان هست برای انتقال گازها، تهویه شوشی، این داستانا به صورت کلی مشکل خاصی ندارن. خب فصل گردش مواد یه باگی که داشت، در واقع نمیشه بهش گفت باگ بچه ها، ساده سازی شده. یه شکل شماتیک داره مربوط به رگها که این شکل شماتیک رو شما بیاید نگاه کنید، این از نظر علمی ممکنه مشکلاتی داشته باشه، ولی خب شکل شماتیکیه. یعنی شما باید خودتون هم درک کنید که شکل‌های شماتیک برای اینه که فهم دانش آموز بهتر بشه. خب به این کلوفتی واقعا نیستن این رگ‌ها و این داستانا، واقعا فقط برای اینه که دانش آموز بفهمه
یا قطر سرخ رگ مثلا از سیاه رگ حالا اینجا بیشتره. خب یعنی کلفتی دیوارش. خب و داخل شکل شماتیک هم اینو کامل به شما نشون میده. خب هیچ مشکلی هم به نظر من نداره. خون، یافته‌های میلویدی فلان، هیچ مشکلی داخل اینا نیستش. میری فصل تنظیم اسموزی. تنظیم اسموزی هم طبق چیزایی که من تا حالا شنیدم بچه‌ها رفرنسات، یعنی با توجه به چیزایی که اساتیدم گفتن، با توجه به چیزایی که یه سری دیگه از اساتید مخالف گفتن، چیزایی که من رفتم چک کردم بچه‌ها، همه چی اوکی به نظر میاد. یعنی تنها چیزی که هست فقط ساده سازیه، فقط برای فهم بهتر دانش آموز اومدن حجم مطالب رو کم کردن. همین، حجم مطالب رو کم کردن و ساده سازی کردن. یعنی ببین اگه ساده سازی نمی‌کردن همین هم مثلا میتونستن بیارن داخل کتاب، اینم به بخشا اضافه کنن و همین دوباره هزار تا داستان میشد برایشون. ساده سازی میکنن، کم میکنن، حجم کتابو کم میکنن که فهم دانش آموز بره بالاتر. این خیلی چیز واضحیه، یعنی حجم کم، فهم بالا. به نظرم خیلی کار خوبی میکنه. و با همین وضعیت این کتاب بازم دانش آموز خیلی وقتا پاس نمیشه. یعنی مثلا میانگین نمرات نگاه کنی خیلی پایینه، خیلی پایینه. بچه‌ها فصل گفتار گیاهی مشکل خاصی ندارن. تنها مشکلشون مثلا گفته بودن که توی این قسمت انتقال آب و مواد، اینجا قسمت انتقال آب و مواد میگن که مثلا نقش یه سری چیزها رو دست کم گرفتن و نقش یه سری چیزها رو مثل فشار ریشه‌ای بالا گرفتن. مثلا نقش تعریق و تعرق و اینا رو نسبت به فشار ریشه‌ای خیلی دست بالا گرفتن. این بوده مثلا. خب میگم ولی همش فقط به خاطر همش فقط به خاطر ساده سازی و فهم بهتر کتابه. بچه‌ها دنبال حاشیه نباشید سال کنکورتون، خواهش میکنم ازتون. یعنی من اگر یه دونه خواهش از شما داشته باشم این نیستش که کانال منو دنبال کنید. اون چیزی که من از شما میخوام اینه که آقا دنبال حاشیه نباش، بچسب درساتو بخون. دست شما در نکنه. یا علی مدد.